نماز عبادتی هست که رسول الله علیه السلام می فرماید بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و انک رسول الله و اقام الصلاة. بعد از گواهی دادن و شهادت دادن به یگانگی الله متعال و ای که رسول الله علیه السلام فرستاده الله است، بعد از توحید و بعد از نبوت یگانه عبادتی که به الله محبوب تر است، یگانه عبادتی که به الله نزدیک است و اقام الصلاة، نماز است. چرا؟ رسول الله علیه السلام بعد از توحید و بعد از نبوت نماز را ذکر میکنه. یک حدیث را رسول الله علیه السلام می آورد، می گوید رسول الله علیه السلام فرشته ها روزانه سر قبرها می روند، از مرده ها سوال می کنند که اگر الله شما را در دنیا 2 دقیقه وقت بده شما چی می کنید؟ شما کدام عمل نیک را انجام می دهید؟ آیا صدقه می دهید؟ آیا زکات می دهید؟ آیا اخلاق نیک با مردم می کنید؟ آیا روزه می گیرید و یا حج می روید؟ مرده ها می گوید اگر الله برای ما در دنیا 2 دقیقه وقت بدهد ما فقط 2 رکعت نماز به حضور الله و هم در جماعت می کنیم. او نماز را 2 رکعت نماز را به حضور الله در جماعت می کنیم. پس بناهن نماز یعنی مثل سر در بدن است. نماز ستون دین است. نماز معراج مسلمان است. نماز چیزی هست که ما را به الله میرساند. نماز چیزی هست که قلب ما را وصل میکنه به محبت الله. 5 وقت نماز در جماعت یعنی 5 وقت غسل کردن. رسول الله علیه السلام پرسان کرد از صحابه، گفت یا صحابه من اگر کسی که 5 وقت غسل بکنه، 5 وقت خود شستشو بکنه، آیا در بدن از او کدام چرک و یا کدام کثافت باقی میماند؟ صحابه گفتن نخیر. گفته کسی که 5 وقت نماز را به جماعت بخونه همچنان گناهانش چنان پاک می شود که هیچ گناهی کبیره و صغیره در وجود از او و در نامه اعمال از او هم نمی باشد.